سلام علیکم چجان. من از قسم حربی 0438 سلام خود را به کل مردم ختلان میرسونم. من طول یک سال در ولایت مختار کوهستان بدخشان خدمت کرده شدم. شرایط خیلی خوب است. 3 وقت خوراک، جای خواب، تازگی همش خیلی خوب است. و من گفتنی هستم به جوانایی که مکتب میانه خود را تمام کرده به خدمت حربی بیایند. بچه جان شما خواطر نشوید. ما اینجا خیلی خدمتمون خوب است. نریت میرویم، سرحد میرویم، شما را نگهبین میکنیم، وطنمون را نگهبین میکنیم. اگر ما این وطن را نگهبین نکنیم یگام آدم دیگر نمیاد از دیگر دولت میاد ما را نگهبین کند. من 1 سال شد خدمتم را. انشاءالله مادر جان به سر بلند خدمتم را بود کرده میروم با پیشتون.